حضرت موسی در مسیر کوه طور بود که شیطان به ملاقات او آمد. شیطان گفت: ای موسی، تو آبرودار درب خانه خدا هستی و من یکی از مخلوقات خدا هستم که گناهی مرتکب شدم و علاقه دارم از اون گناه به درگاه حق توبه کنم و توبه ام پذیرفته شود. به پیشگاه عالمیان واسطه شد تا خدا مرا ببخشد. حضرت موسی قبول کرد و از خداوند مهربان درخواست کرد و گفت: پروردگارا، شیطان را ببخش. خطاب به موسی رسید: ای موسی، خواستش را قبول می‌کنم و به شیطان امر کن به قبر آدم سجده کند، چرا که توبه او با جبران عمل انجام می‌شود. موسی به شیطان پیشنهاد خدا را گفت و شیطان عصبانی و خشمگین شد و با غرور گفت: من به زنده آدم سجده نکردم، توقع داری به مرده او سجده کنم. سپس گفت: ای موسی، به خاطر اینکه به درگاه حق جهت توبه من شفاعت کردی، تو بر من حقدار شدی. پس به تو میخوام بگویم که در 3 جا مواظب ضربه من باش تا معصوم بمانی. اول اینکه در هنگام خشم مواظب فعالیت من باش، چون در هنگام خشم من در روح و قلب و چشم میچرخم و به وسیله خشم تیشه بر ریشه ات میزنم. دوم اینکه بترس از زمانی که با یک زن نامحرم خلوت کنی، چون من در آنجا به واسطه خلوت بودم شما را نزدیک میکنم تا گناه زنا اتفاق بیفتد. سوم اینکه اگر به خاطر خدا جهاد کنی یا در مسیر خدا کاری انجام دهی که خانواده‌ات در میان باشد، من ترس در دل تو میاندازم تا به خانواده‌ات فکر کنی و آنان را بر خدایت اولویت قرار میدهم تا جایی که از پیمودن مسیر خدا دست بکشی. خدایا ما را در مسیر خودت حفظ بفرما. برای اجابت این دعا بنویس آمین.